قصه پری دریایی نوشته هانس کریستیان اندرسون. سلام همراهان قصه هام، خوب هستید؟ امیدوارم هر کجای این دنیا که هستید دلتون شاد، تنتون سالم و لبتون خندون باشه. فکر کنم از سری قصه های کودکان دیروز هیچ مجموعه قصه‌ای به اندازه مجموعه قصه های هانس کریستیان اندرسون خاطر انگیز نباشه و یکی از زیباترین قصه ها قصه پری دریایی هانس کریستیان اندرسونه. دوست داشتم زیبایی این قصه رو با شما به اشتراک بذارم و با هم دیگه از شنیدن اون لذت ببریم. بله همراهان قصه ها، یکی بود و یکی نبود. در پهنه‌ای خیلی دورتر از خشکی که رنگ آبها مثل گلبرگ گل گندم بود، آبی بود چون بلور شفاف و هیچ لنگری به کفش نمی رسید. در آنجا مردمان دریا زندگی می کنند. این بخش دریا به حدی عمیق است که باید چندین و چند برج کلیسا را روی هم بگذاری تا یکی از آنها سر از دریا درآرد. خیال نکن که در کف دریا چیزی جز شن سفید نیست. نه، در آن عمق عجیبترین گیاها و درختها می رویند. ساقه و برگشان به حدی نازک و ظریف است که با جزئی ترین جریان آب می جنبند، چنان که انگار همه زنده و در تکاپویند. ماهی های ریز و درشت در وسط شاخسارها آرام و سبک در جنب و جوشند، درست مثل پرنده های روی زمین. در عمیق‌ترین نقطه دریا شهریار دریا قصرش را بنا کرده. دیوارهای قصر از مرجان ساخته شده و پنجره‌های نوک‌تیز درازش از کهربا. بام قصر پوشیده از صدف‌هایی است که پیوسته باز و بسته می‌شوند. منظره‌ای بس زیبا، چون در دل هر صدف مرواریدی نهفته، چنان رخشنده که زیبنده نیم تاج شهبانویی است. سالیان درازی بود که شهریار دریا بی یار و بی همسر شده بود. مادرش برای او خانه‌داری می کرد. زنی بود بسیار دانا، اما کمی زیاد به مقامش غره بود. مثلا به دمش 12 صدف می زد، در صورتی که اشراف مجاز بودند از زینت 6 صدف استفاده کنند. اما از نظرهای دیگر زنی بود بسیار ستودنی و از نوه‌هایش شاهزاده خانم‌های کوچولو به بهترین وجه مواظبت می‌کرد. نوه‌ها 6 پری دریایی زیبارو بودند. کوچکتره از همه ماه‌تر بود. رخسارش به لطافت گلبرگ گل رز بود و چشمهایش به رنگ آبی عمیق‌ترین دریاچه. اما او هم مثل تمام جنبنده های آن پایین پا نداشت. پیکرش مثل ماهی ها به 2 ختم می شد. پریهای دریایی اجازه داشتند تمام روز در تالار بزرگ قصر که بر دیوارهایش گل می روید بازی کنند. پنجره‌های بزرگ کهربایی باز می‌ماندند و ماهی‌ها در تالار رفت و آمد می‌کردند، همچنان که پرستوهای روی زمین که در صورت باز بودن پنجره‌ها به درون خانه پرواز می‌کنند. اما ماهی‌ها به عکس مرغان هوا نمی‌ترسیدند. یک راست شنا می‌کردند طرف شاهزاده خانم‌های کوچولو، از دستشان غذا می‌خوردند. بعدشان هم نمی آمد که دست نوازشی به سر و تنشان کشیده شود. دور تا دور قصر باغ بزرگی بود، پوشیده از درختهای سرخ آتشی و آبی سیر.
میوه‌هایشان چنان می‌درخشیدند که پنداشتی از نابترین زرها بودند. گل‌هایشان به پاره آتش می‌ماند و شاخ و برگ‌هایشان همیشه می‌جنبید. خاک باغ از شنهای خیلی نرم و ریز بود. سفید که نه، آبی بود، به رنگ گوگرد سوزان در کف دریا. در کف دریا همه چیز مایه‌ای از رنگ آبی داشت. به فهمی نفهمی خیال می‌کردی که در میان هوا معلق هستی و آسمان آبی هم زیر پایت. هم آسمان آبی زیر پایت و هم بر فراز سرت. دریا که آرام بود، خورشید مثل گل سرخ آتشی رنگ به نظر می آمد. تمام روشنایی از او سرچشمه می گرفت. هر کدام از شاهزاده ها برای خود باغی داشتند و می توانستند گلهای دلخواهشان را در آن بکارند. یکی باغچه‌اش را به شکل نهنگ درآورده بود، دیگری به شکل قالب پریک دریایی. پری کوچیکه در باغچه‌اش گلهای سرخ آتشین کاشته بود. دلش می‌خواست شبیه خورشید عالمتاب باشند. باغچه گرد بود و گلهای سرخ آتشی چنان می‌درخشیدند که گفتی چندین و چند خورشید کوچک بودند. برای یک پری دریایی، پری کوچک بچه عجیبی بود. ساکت و فکور بود. آخه باغچه خواهرانش پر بود از انواع چیزهایی که از کشتی‌های غرق شده جمع کرده بودند، اما او در باغچه‌اش تندیس مرمری پسرکی را گذاشته بود. تندیس که از سنگ کم و بیش شفاف تراشیده شده بود، از یک کشتی شکسته به کف دریا افتاده بود. کنار تندیس بته میخکی کاشته بود که ظاهرش به بید مجنون میرفت. بته از تندیس بلندتر شده بود و شاخه‌های نرم درازش روی شنها سرخم کرده بودند. مثل این بود که کاکل بنه و ریشه‌هایش قصد داشتند همدیگر را ببوسند. شاهزاده خانم‌ها بیش از هر چیز دوست داشتند حرف‌های مادر بزرگ پیرشان را درباره عالم بالا بشنوند. چه بسیار بارها مادر بزرگ ناچار شده بود هرچه را درباره کشتی‌ها، شهرها، انسانها و حیوانات خشکی می‌دانست برای آنها نقل کند. پری کوچک دریایی با خود می‌گفت چه جالب، گل‌های روی زمین بو دارند. آخر گل‌های کف دریا عطر و بویی نداشتند. وانگهی علاقه‌مند بود که از جنگل سرسبز بشنود که ماهی‌ها می‌توانستند در لالوی شاخ و برگ‌هایش به آوایی دلنشین آواز بخوانند. مادر بزرگ پرنده‌ها را ماهی می‌خواند، وگرنه نوه‌های کوچولو حرفش را نمی‌فهمیدند، چون هرگز به عمرشان پرنده‌ای ندیده بودند. مادر بزرگ به آنها قول داد 15 سالتان که شد اجازه دارید به سطح دریا شنا کنید، بعد از صخره بالا بروید و بنشینید و حرکت کشتی‌ها را تماشا کنید. اگر جرأت به خرج دهید آنقدر می توانید به ساحل نزدیک شوید که شهرها و جنگل‌ها را هم ببینید. سال بعد اولین شاهزاده 15 ساله می شد. هر خواهر با خواهر دیگر 1 سال تفاوت سنی داشت. از این قرار پری کوچولو باید 5 سال آزگار صبر می کرد تا بتواند از کف دریا به روی آب رود و آدمها را برانداز کند. اما پریها به یکدیگر قول داده بودند که پس از اولین روز اقامت در بالا برگردند به خانه و دیده‌هایشان را نقل کنند. جزئیات آنچه را که فکر می‌کنند از همه قشنگتر بوده شرح دهند. آخر مادر بزرگ پیر نمی‌توانست کنجکاویشان را ارضا کند. هیچ کدام از خواهرها به اندازه پری کوچک حسرت دیدن عالم بالا را نداشت. او ناچار بود برای ترک خانه بیش از دیگران صبر کند. چه بسیار شبها پری دریایی کوچک ساکت و فکور
کنار پنجره باز می ایستاد و از وسط آبهای آبی تیره که ماهی‌ها در آن شنا می‌کردند به بالا چشم می‌دوخت. ماه‌ها و ستاره‌ها را می‌دید زیر آب رنگ باخته تر از بیش، اما بزرگتر از نهنگ به نظر می‌آمدند. گاهی سایه بزرگی مثل پاره‌های ابر می‌گذشت. پری دریایی فکر می‌کرد نهنگی است یا یک کشتی با سرنشینان و مسافرهایش دارد از بالای سرشان می‌رود. در عرشه کسی تصور نمی‌کرد که در اعماق آب‌های زیر پایش پری کوچک دریایی مانند قرص قمری ایستاده و دست‌های کوچک سفیدش را به طرف تیر ته کشتی دراز کرده باشد. باری خواهر بزرگه در 15مین سال روز تولدش شنا کرد و رفت به سطح آب. وقتی برگشت صدها مطلب برای گفتن داشت. اما از میان تمام حوادثی که برایش اتفاق افتاده بود، دلچسب ترین تجربهش به قراری که می گفت دراز کشیدن روی ساحل شنی بود. خاصه وقتی که دریا آرام بود و ماه در آمده. او به شهر بزرگ چشم دوخته بود. نور مثل صدها ستاره از پنجره و خیابانها می درخشیدند و او می توانست صدای تلق تلق کالاسکه ها و سر و صدای آدمیزادها و از همه واضح‌تر نوای موسیقی را بشنود. تمام برج‌ها و مناره کلیساها را دیده و صدای ناقوسشان را شنیده بود و چون هرگز نمی‌توانست پا به شهر بگذارد، بیش از هر چیز آرزو داشت به شهر برود. خواهر کوچیکه با چه دقتی به تمام حرف‌های او گوش داد و آنچه را شنید به یاد سپرد. آخرهای شب وقتی پری کوچک دریایی در عالم رویا کنار پنجره ایستاده بود، به آبهای آبی چشم دوخت، تصور کرد که میتواند شهر را ببیند و صدای ناقوس کلیساها را بشنود. سال بعد دومین خواهر اجازه گرفت که از خانه برود. در لحظه‌ای سر کوچکش را از آب آورده بود بیرون که آفتاب داشت غروب می‌کرد. این منظره آنقدر دلپذیر بود که نمی‌توانست شرحش داد. سراسر آسمان یک پارچه زرگون شده بود. ابرها بر فراز سرش حرکت می‌کردند به رنگ ارغوانی و سرخ آتشین. دسته قوی وحشی مثل تور سفید از بالای آب بال زنان می‌گذشتند. او سوی خورشید شنا کرده بود، اما خورشید در افق فرو رفته و رنگ ابرها و دریا و آسمان را با خود برده بود. سومین خواهر که سال بعد به سن بلوغ رسید، از همه نترس‌تر بود. از راه یک رودخانه پهناور رفته بود. در آنجا تپه‌های سرسبز پوشیده از تاکستان‌ها را دیده بود و قصرها و کشتزارها از پس جنگل انبوه سرک کشیده بودند. نغمه پرنده‌ها را هم شنیده بود. آفتاب به قدری داغ بود که ناچار شده بود هر از گاهی برای خنک شدن زیر آب شنا کند. در خلیج کوچک به بچه‌های لخت و اوری برخورده بود که داشتند در آب بازی می‌کردند. شلپ شلپ. خواسته بود به میانشان برود، اما همین که چشم بچه‌ها به او افتاده بود، از ترس پا به فرار گذاشته بودند. حیوان کوچک سیاهی از راه رسیده بود. سگ بود، اما او پیش از آن سگ ندیده بود. حیوان با صدایی چنان بلند و پرخاشگرانه پارس کرده بود که دخترک ترسیده و یک راست به دریا برگشته بود. آنچه او تمام عمر از یاد نمی برد، جنگل زیبا و تپه‌های سرسبز و بچه‌های دوست داشتنی کوچولویی بودند که با اینکه مثل او دم ماهی نداشتند، می توانستند شنا کنند. خواهر چهارمی ترسو بود. دور از ساحل وسط اقیانوس ماند، اما به قراری که می گفت آنجا از هر نقطه قشنگتر بود.
می توانست دوردستها را ببیند و آسمان بالای سر چون زنگوله برونیل شفاف بود. کشتی‌هایی که دیده بود به حدی از آن نقطه دور بودند که بزرگتر از مرغ‌های دریایی به نظر نمی آمدند. اما دلفین‌های کوچولو برایش معلق می‌زدند و نهنگ‌های بزرگ به هوا آب می‌پاشیدند، طوری که گفتی 100 فواره فوران می‌کرد. روز تولد خواهر پنجم در فصل زمستان بود. بنابراین چیزهایی دید که هیچ یک از خواهرانش ندیده بودند. اقیانوس سبز رنگ بود. کوههای عظیم یخ در آن شناور بود. هر کدامشان به زیبایی مروارید می درخشیدند. با این حال از برج‌های کلیسایی که آدمیزادها می ساختند بزرگتر می نمود. کوههای بزرگ یخی شکل خیلی عجیب، سطح تمامشان مانند الماس برق می زد. پریک از بزرگترین آنها رفت بالا، گیس بلندش بازیچه دست باد شد و تمام کشتیها هراسان از کوههای یخ فاصله گرفتند. طرفهای شب طوفانی وزیدن گرفت، ابرهای سیاه جمع شدند، اخگرهای آذرخش جرقه زدند و تندر غرید. موجها کوه یخ را به بالای شانهشان بالا بردند و برق یخ را سرخ رنگ کرد. کشتیها بادبانها را پایین آوردند و بر عرشه ترس و وحشت حکم فرما بود. اما پری دریایی روی کوه یخ نشست و اخگرهای آذرخش را در دل آسمان تماشا کرد. بار اول که خواهرها یک به یک اجازه یافتند به سطح دریا بروند، از آزادی و دیدنی‌هایشان دلشاد بودند. اما حالا که بزرگ شده بودند و می توانستند به هر کجا که دلشان می‌خواست بروند، دیگر علاقه‌ای نداشتند در دوردست‌ها پرسه بزنند. 1-2 ماه بعد عالم بالا جذابیتش را از دست داد. وقتی از خانه دور بودند آرزو می‌کردند در قصر پدرشان باشند و آن را زیباترین مکان عالم و تنها نقطه‌ای می‌دانستند که در آن به راستی احساس آسودگی می‌کردند. چه بسیار شبها که 5 خواهر دست یکدیگر را گرفتند از میان آبها بالا رفتند. آوایشان از آوای هر آدمی زادی پر روح تر بود. طوفان که می‌وزید و کشتی در خطر شکستگی قرار می‌گرفت، 5 خواهر در جلو شنا می‌کردند و از زیبایی‌های کف دریا ترانه سر می‌دادند. از دریانوردها می‌خواستند که نترسند، بیایند پایین پیش آنها. کشتی‌نشین‌ها آواز پریان دریایی را تمیز نمی‌دادند، می‌پنداشتند که باد دوباره زمزمه می‌کند. وانگهی هرگز زیبایی عالم زیر دریا را ندیده بودند، چون اگر کشتی زیر آب برود سرنشین‌ها غرق می‌شوند و وقتی به قصر شهریار دریا برسند دیگر وجود ندارند. در همچو شب‌هایی که خواهرهای شاهزاده خانم کوچولو دست در دست یکدیگر از دل آبها بالا می‌رفتند، او ناچار آن پایین می‌ماند و با نگاهی غمبار تماشایشان می‌کرد. بغض گلویش را می‌گرفت. اما پریهای دریایی نمی‌توانند گریه کنند و همین درد و غمشان را عمیق‌تر و جانکاه‌تر می‌کند. پری آهی کشید و گفت: آه، کاش 15 ساله بودم. حتم دارم که عالم بالا و آدمیزادهای ساکنش را دوست خواهم داشت. روزگار گذشت و عاقبت پری دریایی 15 ساله شد. ملکه بیوه پیر گفت: تو هم اختیاردار خودت شدی. بیا مثل خواهرهایت آرایشت کنم. دور گیسش حلقه گلی از سوسنهای سفید زد. هر گلبرگ 1 نیم مروارید بود. 8 صدف به دم پری دریایی زد تا همه ببینند که شاهزاده خانم است. پری دریایی گفت: دردم میآید. مادر بزرگ گفت: هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد. پری دریایی از ته دل حاضر بود حلقه گل مروارید سنگینش را با یکی از گلهای سرخ باغچه عوض کند.
میپنداشت بیشتر به او میآید، اما جرأت نکرد. پری گفت خدا نگهدار. سبکبال مثل یک حباب بلند شد و از دل آبها بالا رفت. سرش را که از آب بیرون آورد، آفتاب تازه غروب کرده بود. ابرها هنوز به رنگ گل رز بود. در افق یک خط باریک زرنگار دیده میشد. در آسمان صورتی کمرنگ اولین ستاره به روشنی و زیبایی چشمک زد. هوا گرم بود و دریا آرام. دخترک کشتی سه‌دکله‌ای دید. تنها یکی از بادبانهایش افراشته بود و در هوای ساکن بی حرکت آویزان بود. ملوانها روی دیرک‌های افقی نشسته بودند و از بالای عرشه که از آن نوای موسیقی بلند بود پایین را نگاه می‌کردند. شب که تاریک‌تر شد، صدها چراغ رنگین کوچک از طناب‌ها آویخته بود و به پرچم تمام کشورهای عالم شبیه بود. پری دریایی رفت نزدیک یکی از دریچه‌های کشتی. موج‌های سبکخیز بلندش کردند چنان که توانست از پشت دریچه درون را ببیند. کابین بزرگ پر بود از اشخاص خوشپوش. در جمعشان از همه خوش‌قیافه‌تر شاهزاده جوانی بود با چشم‌های درشت سیاه. بیش از 16 سال به نظر نمی آمد و در واقع هم در همین سن و سال بود. آن روز روز تولدش بود. جشن و سوری برایش به راه بود. ملوانها بر عرشه می رقصیدند و شاهزاده جوان که آمد آنها را تماشا کرد. صد فشفشه از کشتی به هوا رفت. شب مثل روز روشن شد. پری دریایی از وحشت سرش را برد زیر آب، اما کمی بعد باز سر بیرون آورد و بعد پنداشتی تمام ستاره‌های آسمان داشتند روی سرش فرو می افتادند. پری هرگز به عمرش آتش بازی ندیده بود. چرخ و فلک ها می گشتند و فشفشه ها دل آسمان را می شکافتند. عکس نورشان بر آینه کدر دریا می افتاد. عرشه کشتی چنان روشن شد که تمام طناب‌ها کاملا دیده میشد. وای که شاهزاده جوان چه خوش قیافه بود. میخندید و با همه دست میداد. سازها در دل شب آرام نواخته میشد. پاسی از شب گذشت، اما پری نمیتوانست از کشتی و شاهزاده خوش قیافه چشم بردارد. چراغ‌های رنگین خاموش شد. نه فشفشه‌ای دل آسمان را شکافت، نه توپی در رفت. از قعر اقیانوس صدای غرشی بلند شد. پری دریایی خود را به موجها سپرد تا اسب گهواره‌ای‌اش شوند. موجها او را بلند کردند تا بتواند از دریچه درون کشتی را تماشا کند. وقتی بادبانها یک به یک افراشته شدند، کشتی با سرعت زیاد حرکت کرد. خورده خورده بر دامنه موجها افزوده شد. ابرهای سیاه در افق نمایان گشت و در دوردستها درخشش آذرخش شروع شد. طوفان در راه بود. ملوانها بادبانها را به زیر آوردند. کشتی بزرگ وسط موجهای عظیمی که بلند میشد میلولید و میغلطید. تو گفتی امواج کوههایی بود که به قصد دفن کشتی و در هم شکستن دکل گردن فرازش برآمده بودند. اما کشتی مثل یک قو روی کاکل موجها پیش رفت. اختیارش را به دست آنها سپرد تا به هوا بلندش کنند. پری دریایی تماشای حرکت تند و تیز کشتی را خیلی سرگرم کننده دید، اما نظر دریانوردها چیز دیگری بود. صدای قژ و قژ ناله کشتی بلند شد، انگار تخته‌های بزرگ به محض برخورد موجها به آنها شکم می‌دادند. یک دفعه دکل مثل نی صدا کرد و شکست و افتاد به دریا. کشتی یکبری شد و آب عرشه را فرا گرفت. در این حال و وضع پری دریایی متوجه شد که کشتی به خطر افتاده. باید خود را در امان می داشت و از تیر و الوارهای شکسته که به دست موجها پرتاب می شدند دوری می کرد.
لحظه‌ای هوا چنان تاریک شد که نتوانست چیزی ببیند. بعد اخگر برقی کشتی اسیر امواج را روشن کرد. پری در جمع مردای هراسان روی عرشه که تقلا می‌کردند خود را نجات دهند دنبال شاهزاده جوان گشت، اما تا لحظه‌ای که کشتی به زیر آب رفت او را ندید. اول با دلی شاد تصور کرد دارد میآید پایین پیش من، اما بعد یادش آمد که آدمیزاد نمیتواند در دریا زندگی کند و تنها جسد شاهزاده جوان به قصر پدرش میرسد. در دل گفت او نباید بمیرد. به وسط تخت پاره‌های شکسته شیرجه رفت و از یاد برد که خطر در کمینش نشسته. چون یکی از آن تیرهای گنده که در دریای خروشان شناور بود راحت میتوانست به او ضربه کاری بزند. جوانک را پیدا کرد. به حدی خسته بود که دیگر نمیتوانست شنا کند. دست و پایش رمق نداشت تا با تازیانه موجهای طوفان خیز مقابله کند. شاهزاده چشمایش را بست. در انتظار مرگ بود و اگر پری دریایی به نجاتش نرفته بود غرق میشد. پری سر او را بالای سطح آب نگاه داشت و خود را به دست موجها سپرد تا آنها را به هر جا که میخواهند ببرند. باری صبح طوفان فرو نشست. از کشتی شکسته تخت پاره‌ای هم بر جای نماند. خورشید برآمد، سرخ تابید و پرتوش گونه‌های شاهزاده جوان را گلگون کرد، اما چشم‌های او همچنان بسته بود. پری دریایی پیشانیش را بوسید و بر زلف خیسش دست کشید. گمان می‌کرد قیافه او به تندیس باغچه‌اش می‌برد. باز نوازشش نمود و از ته دل آرزو کرد نمیرد. در دوردست‌ها خشکی را دید. کوه‌ها در هوای صبحگاهی آبی می‌نمود. در تاجشان برف مثل پرهای قو برق می‌زد. در ساحل جنگلی سرسبز بود و در وسطش دیری کلیسایی. پری درست تمیز نمی‌داد. درخت‌های لیمو و پرتقال در باغ رویده و کنار دروازه ورودی نخل سفیدی سر به آسمان سوده بود. در آن حوالی خلیج کوچکی بود که به آبی آرام و عمیق راه داشت. پری با شاهزاده‌اش شنا کرد. او را سفید و نرم و روشن روی شنها خواباند و دقت کرد سرش را دور از آبها در آفتاب گرمی بخش قرار دهد. در بناهای بزرگ زنگ‌ها به صدا درآمدند. دسته‌ای دختر جوان بیرون آمدند. پری دریایی سوی صخره‌ها شنا کرد و در پس آنها پنهان شد. با علف‌های دریایی سرش را پوشاند تا دیده نشود و بعد سرک کشید طرف خشکی ببیند کی شاهزاده بینوا را پیدا می‌کند. کمی بعد یکی از دخترها او را پیدا کرد. اول گویا ترسید، بقیه را صدا کرد. خیلی ها آمدند. شاهزاده چشمش را باز کرد و به روی کسانی که دورش ایستاده بودند لبخند زد. اما نه به طرف دریا. دریایی که پری دریایی در آن پنهان شده بود. شاید روحش هم خبر نداشت که پری در آن حوالی است که او را نجات داده بود. غم عالم به دل پری دریایی بار شد. شاهزاده به بنای سفید رنگ بزرگی برده شد. پری دلتنگ و افسرده در دریا غوطه خورد و شنا کرد و به سوی قصر پدرش رفت. او که همیشه ساکت و فکور بود از آن به بعد ساکت تر شد. خواهرهایش از او پرسیدند در اولین دیدارش از خشکی چه دیده، اما جوابی نشنیدند. به نقطه‌ای که اولین بار شاهزاده را دیده بود بازگشت. میوه‌ها را تماشا کرد که در باغ رسیده و چیده شده بود. دید که برف کوههای بلند آب شده، اما شاهزاده را ندید. از هر کدام از این بازدیدها دل گرفته تر برمیگشت.
و با در آغوش گرفتن تندیس باغچه که بی‌شباهت به شاهزاده نبود خود را تسلی می‌داد. دیگر به گلهایش نمی‌رسید و گلها خودرو شده بودند و گذرگاه‌ها را پوشانده بودند، ساق و برگ‌هایشان را به شاخه درخت‌ها پیچانده بودند و بدین ترتیب باغچه او کم نورتر و دلگیرتر شد. عاقبت دیگر نتوانست بار غمش را تاب بیاورد. این بود که موضوع را با یکی از خواهرهایش در میان گذاشت و ناگهان دیگران هم از آن باخبر شدند، اما این راز به کسی جز چند پری دریایی دیگر گفته نشد. با این حال آنها هم موضوع را با کسی جز نزدیکترین و عزیزترین دوستانشان در میان نگذاشتند. یکی از همین دوستها می‌دانست که شاهزاده کیست. او هم روز تولد او را بر عرشه کشتی دیده بود و می‌توانست بگوید شاهزاده از کجا آمده و کدام کشور را پادشاهی می‌کند. شاهزاده خانم‌های دیگر ندا در دادند بیا خواهرک، دستها را دور شانه همدیگر گذاشتند و شنا کردند. همه در یک ردیف رفتند به سطح آب و از آنجا راه ساحل را که قصر شاهزاده در آن بود در پیش گرفتند. قصر از سنگ‌های زرد صیقل یافته ساخته شده بود و چندین ردیف پله مرمرین داشت که به درون قصر ختم می‌شدند و ردیفی از پله‌ها یک راست به لب دریا می‌رفت. گنبدهای زرین از بامها سر برآورده بود و روی ستونها تیمچه‌ای بود که به گرد قصر امتداد می‌یافت. در وسط ستونها تندیس‌های مرمری بود که بفهمی نفهمی زنده به نظر می‌آمدند. از پشت شیشه‌های شفاف پنجره‌های بلند قشنگترین اتاق‌ها و تالارها پرده‌های ابریشمی، پارچه‌های نقش و نگاردار از دیوارها آویخته شده بود. تابلوهای نقاشی بزرگ تماشایش پر بی لطف نبود در بزرگترین تالار به چشم می‌خورد. در میان تالار فواره‌ای بود که آب را به طرف گنبد شیشه‌ای برمی‌جهاند. از وسط این گنبد نیزه‌های خورشید بر آب و گل‌های زیبایی که در حوضچه فواره رویده بودند فرو می‌افتاد. حال که پری دریایی فهمید شاهزاده کجا زندگی می‌کند، غروب‌ها و شب‌های بسیاری را به تماشای قصر باشکوه سپری می‌کرد. بیش از تمام خواهرهایش که جرأت کرده بودند به خشکی نزدیک می‌شد. در قصر ایوان مرمرین که بر ترعه باریکی سایه می‌افکند، پری دریایی پنهان می‌شد و شاهزاده جوان را که می‌پنداشت در شب مهتابی تنهاست تماشا می‌کرد. چه بسیار غروب‌ها که دید شاهزاده با دست نوازنده‌ها در قایق قشنگش بر آب می‌رود. پری از پشت نیهای بلند سرک می‌کشید تا اگر کسی متوجه ظاهر سفید نقره‌اش می‌شد شاید می‌پنداشت قویی است با بال‌هایی از هم گشوده. شب‌های بیشمار حرف‌های ماهیگیرها را شنیده بود. داشتن از مهربانی و خوبی شاهزاده با یکدیگر حرف می‌زدند و سخت دلشاد می‌شد از اینکه او را نیمه جان روی امواج شناور کرده بود، جانش را نجات داده بود. به یاد می‌آورد که سر جوانک روی شانه‌اش بود و با چه شوری او را نوازش کرده بود، اما شاهزاده هیچ چیز در مورد نجات جانش نمی‌دانست، حتی پری را در خواب هم نمی‌دید. پری بیش از پیش به آدمیزادها دل بست. آرزو کرد که می‌توانست دریا را ترک کند. آرزو کرد که می‌توانست در میان آنها به سر برد. خیال می‌کرد که عالم آنها از عالم او بزرگتر است. آنها می‌توانستند در کشتی‌ها از این سر تا آن سر اقیانوس‌ها بپیمایند، از کوه‌های سر از ابر برآورده بالا روند. سرزمین‌هایشان خیلی بزرگ به نظر می‌آمد. از کیسارها و جنگل‌ها پوشیده شده بود.
پری می‌دانست که این نقاط تا جایی که چشم کار می‌کند گسترده است. خیلی چیزها بود که او می‌خواست بداند. چه بسیار سؤال‌ها بود که خواهرانش نمی‌توانستند به او پاسخ دهند. این بود که از مادربزرگ پرسید، چون او از عالم بالا زیاد می‌دانست. مادربزرگ به خشکی‌های بالای دریا می‌گفت عالم بالا. پری دریایی پرسید: وقتی انسان‌ها آنقدر بد اقبال نباشند که غرق شوند، آیا تا ابد زندگی می‌کنند؟ مگر آنها مثل ما که در دریا زندگی می‌کنیم نمی‌میرند؟ مادربزرگ جواب داد: چرا می‌میرند؟ انسان‌ها هم باید بمیرند. عمرشان از عمر ما کوتاه‌تر است. ما تا 300 سال می‌توانیم زندگی کنیم، اما وقتی می‌میریم به کف روی اقیانوس تبدیل می‌شویم. نمی‌توانیم عزیزانمان را خاک کنیم. ما روح جاوید نداریم. وقتی بمیریم دوباره بر نمیخیزیم. ما شبیه نی بوریا سبزیم که وقتی بریده شود دیگر هیچ وقت سبز نمی شود. ولی آدمیزاد روح دارد. تا ابد زنده میماند. حتی وقتی که جسمشان به خاک تبدیل شده باشد. آنها آن بالا به آسمان صاف پرستاره می روند. همانطور که ما از دل آبها می رویم بالا تا عالم آدمیزاد را تماشا کنیم، آنها هم به عالم ناشناخته زیبا که ما هرگز نخواهیم دیدش برمیخیزند. پری دریایی با ناخرسندی آهی کشید و گفت: چرا من روح جاوید ندارم؟ حاضرم در برابر یک روز آدمیزاد بودن تمام 300 سال عمرم را بدهم، به شرطی که اجازه یابم در افلاک زندگی کنم. مادربزرگ گفت: تو نباید به اینجور چیزها فکر کنی. ما این پایین از آدمیزادی که اون بالا زندگی میکنه خیلی خوشبخت‌تریم. نمیخوام. من میخوام بمیرم. من اگه به کف روی اقیانوس تبدیل بشم دیگه هیچ وقت آهنگ موجا رو نمیشنوم. دیگه با گلها و خورشید سرخ سوزان رو نمیبینم. نمیتونم یه کاری کنم که روح جاوید به دست بیارم. مادربزرگ گفت: نه، کاش یکی از اون آدم ها طوری دلباخت بشه که در نظرش از پدر و مادرش عزیزتر بیاد. به حد خاطرتو بخواد که تمام فکر و خیال و محبتش تو باشی. اجازه بده که کشیشی دست راست او رو بگیره و تو دست تو بذاره و عهد کنه تا دنیاست به تو وفادار بمونه. اون وقت روح اون در تن تو روان میشه و میتونی شریک خوشبختی آدم بشی. اون میتونه به تو روح بده. در این حال میتونه روح خودش هم حفظ کنه. اما میدونی پری کوچیکم، چنین امری هیچ وقت اتفاق نمیفته. اون چی که از نظر ما در اقیانوس زیباست مثل دم ماهی تو در نظر آدمای زمین زشته. اونا تاب تحمل دیدنش رو ندارن. اون بالا تو باید 2 دیرک بد ترکیب به اسم پا داشته باشی تا زیبا بخواندت. پری دریایی آهی کشید و با نگاه غمبار به دمش نگاه کرد. مادربزرگ پیر گفت: خوشحال باش. ما میتونیم 300 سال تو وسط موجها جست و خیج کنیم، شنا کنیم. فرصت زیادیه. امشب قرار مجلس رقصی در قصر برپا کنیم. اون بالا در زمین چنین شکوهی را کس ندیده بود. دیوارها و سقف‌های تالار بزرگ از شیشه شفاف ساخته شده بود. 400 صدف سبز و صورتی در چند ردیف در امتداد دیوارها ساخته شده بود. از لاک آن شراره‌های آبی رنگ برمیخاست. نه تنها تالار که دریای پیرامون را هم روشن می‌کردند. ماهی‌های بیشمار ریز و درشت نزدیک دیوارهای شیشه‌ای شنا می‌کردند. بعضی از آنها فلس‌های ارغوانی داشتند و فلس بقیه زرین و سیمین می‌نمود. از وسط تالار بزرگ آب تیز رو جاری بود و بر رویش مردان و دختران دریایی پا می‌کوبیدند و ترانه‌های دلنشین سر می‌دادند. آوایی چنان روح نواز که هرگز در زمین شنیده نمی‌شود. پری دریایی از همه آنها خوشتر می‌خواند. آواز که تمام شد حاضران کف زدند، چون می‌دانستند در زمین و دریا دلپذیرترین صدا را دارد. لحظه ای احساس شادی کرد. اما پری کوچک باز به یاد عالم بالا افتاد.
نمی‌توانست شاهزاده خوبرو را از یاد ببرد. غصه‌دار آن بود که او مانند او روح جاوید نداشت. بی آنکه توجه کسی را برانگیزد از قصر پدرش مجلس رقص و شادمانی بیرون آمد و سوی باغچه رفت. از دور نوای موسیقی، آوای کرناهایی که نواخته میشد از دل آبها به گوشش رسید. با خود فکر کرد الان شاهزاده‌ای که من از پدر و مادرم بیشتر دوستش دارم دارد در دریا حرکت می کند. او که همیشه در فکر و خیالات من بوده و حاضرم با دل و جون تمام امید و خوشبختیم را در اختیارش بگذارم، حاضرم برای به دست آوردنش و روح جاوید به هر کاری دست بزنم، در حالی که خواهرام در قصر سرگرم رقصند، میروم نزد ساحره دریا و هرچه که همیشه از او ترس دارم، اما از او میخواهم که کمکم کند در کنار شاهزاده باشم. پری دریایی شنا کرد به طرف گرداب خروشان بزرگ. ساحره دریا در پس آن گرداب به سر می برد. او پیش از آن هرگز به این بخش اقیانوس بیکران نرفته بود. در پهنه آن نه گلی می رویید و نه گیاه دریایی. بستر خشک و خالی و کبود رنگ دریا تا دل گرداب گسترده بود و این گرداب که در آن آب انگار با چرخهای غول پیکر آسیا به دوران میافتاد، همه چیز را میچرخاند و میشتاباند و میتاباند و هرچه در دسترس قرار میگرفت و خرد میکرد و به کام خویش فرو میبرد. پری دریایی ناچار بود از وسط این آشوب شنا کند، زیرا که در پس آن پهنه‌های لجن جوشان بود که ساحره دریا آن را سیاه آب خودش می‌خواند و هر کس را که می‌خواست به زیستگاه ساحره برود باید از این مرداب می‌گذشت. خانه ساحره دریا وسط عجیب ترین جنگل بود. بته‌ها و درخت‌ها پولیپ‌های عظیم جثه‌ای بودند، نیمه گیاه و نیمه حیوان. به مارهایی با 100 سر میمانست، اما از خاک میرویدند. شاخه‌هایشان دست‌های لزج و چسبنده درازی بودند، انگشت‌هایی داشتند مانند کرم‌ها در پیچ و تاب. هر عضو از ریشه تا بالاترین نقطه در حرکت پیوسته‌ای بود. به هر چیز که دست می‌یافتند به چنگ می‌گرفتند. محال بود رهایش کنند. پری دریایی ترسان و لرزان در آستانه این جنگل ایستاد. قلبش از ترس به جدار سینه‌اش می‌کوفت. کم مانده بود بازگردد، اما بعد به یاد شاهزاده و روحی افتاد که قصد داشت به دستش آورد. این بود که باز دور جرأت پیدا کرد. گیسوان بلندش را بافت، حلقه کرد دور سرش تا پولیپ‌ها نتوانند دست درازی کنند. 2 دست را محکم روی سینه‌اش حلقه کرد و با شتاب تیزپوی‌ترین ماهی‌ها دل آب را شکاف و رفت. پولیپ‌های بدمنظر دست دراز کردند، انگشت‌هایشان برای گرفتن او سخت به تقلا افتاد. پری متوجه شد که هر کدامشان مثل بست‌های آهنین به آنچه شکار کرده بودند چسبیدند. انسان‌های غرق شده در هیئت اسکلت‌های سفید از وسط دست پولیپ‌ها سرک می‌کشیدند. در آن میان صندوق‌ها و سکان کشتی‌ها و اسکلت حیوانات خشکی به چشم می‌خوردند و بعد یک پری دریایی بی‌نوا را دید که گرفتار و خفه شده. این صحنه به چشمش از همه خوفناک‌تر بود. عاقبت به وسط جنگل رسید، به مکان باز بزرگ لزج. مارمایه‌های نکره و فربه در لجنزار بازی می‌کردند و شکم زرد و بد ترکیبشان را به رخ می‌کشیدند. در همین جا ساحره خانه‌اش را از استخوان‌های درد یا نبردهای غرق شده ساخته بود. در آن نشسته بود و وزغ‌های گنده بدقیافه از دهانش غذا می‌خوردند. همچنان که گاه انسان‌ها می‌گذارند قناری‌ها از دهانشان نقل و نبات بخورند. با دیدن پری دریایی ساحره قاه قاه خندید و گفت: می‌دانم چه می‌خواهی.
از نادانی توست. اما باید به آرزویت برسی چون مایه بدبختیت می شود. شاهزاده خانم کوچولو، قصد داری از قید دامت رها شوی؟ به جایش راه بروی؟ مثل آدمیزادها صاحب دو کنده شوی تا شاهزاده عاشقت شود؟ میخواهی او را به دست آوری؟ میخواهی روح جاوید به دست آوری؟ بعد چنان قهقهه بلند و چندشاوری سر داد که وزغها و مارماییها از دامنش پریدند. ساحره گفت به موقع آمدی. اگر فردا می آمدی نمی توانستم کمکت کنم. ناچار بودی 1 سال دیگر صبر کنی. بیا معجونی برایت درست می کنم. فردا صبح قبل از برآمدن آفتاب توی ساحل بشین و بنوش. دومت جمع و جدا می شود. آخر سر یه چیزی از سر کار در می آید که آدمیزادها اسمش را می گذارند ساقهای قشنگ. دردت خواهد آمد. احساس خواهی کرد که انگار شمشیری به تنت فرو می رود. هر کس تو را ببیند خواهد گفت زیباترین بچه آدمیزاده که به عمرش دیده. از هر رقصنده‌ای پرلطف‌تر خواهی خرامید. هر بار که پایت به زمین می رسد احساس خواهی کرد انگار روی چاقوهای تیز راه می روی که خون از بدنت جاری می کند. راضی همه این دردها را بکشی؟ ها؟ این گویا این میدان. پری دریایی زیر لب گفت راضیم. بیاد شاهزاده عزیزش افتاد. بیاد روح جاوید. ساحره دوباره گفت یادت باشد وقتی صاحب تن آدمی زادی شدی دیگر هیچ وقت نمیتوانی پری دریایی بشوی. دیگه هیچ وقت نمیتونی با خرات از وسط آبها بروی قصر پدرت. اگر نتونی شاهزاده رو خاطر خواهت بکنی، اگر که دین و دنیا شدی و چشم پدر و مادرش رو دور ببینه و به کشش دستور بده دست راستش رو دست تو بذاره تا زن و شوهر بشی، صبح اولین روز بعد ازدواجش با یکی دیگه دل شکسته میشی ها. حواست هست به کف اقیانوس تبدیل میشی. پری دریایی گفت با تمام این حرفا میخوام امتحانش کنم. رنگ رخش به سفیدی رنگ رخ مرده شد. ساحره دوباره گفت خب اما باید دستمزد منم بدی. من دستمزد کمی هم نمیخوام. تو میدونی دلنوازترین صدا رو میون تمام دریا داری. فکر میکنم که میخواستی در فریفتن شاهزاده از افسون صدایت استفاده کنی، اما باید صدایت را به من بدهی. میخوام ارزشمندترین چیزی را که داری در ازای معجونم بدهی. چاشنی معجون خون من است تا بتواند به برندگی یک شمشیر دودم باشد. پری دریایی گفت آخه اگه صدام رو بگیری دیگه چیزی برای من نمیمونه. ساحره گفت پیکر زیبا، خرامیدن پرلطف، چشمهای شهلا. خب با اونا حرف بزن. میتونی دل هر انسانی رو بربایی. جرأتت رو از دست دادی؟ زبون کوچیکتو بیار بیرون. من باید به ازای دستمزدم ببارمش. در عوض تو هم صاحب معجون من میشی. پری دریایی زیر لب گفت هرچه بادا باد. ساحره پاتیلی برداشت تا معجون سحرآمیز را درست کنه. گفت پاکیزگی حسن است و پیش از آن که پاتیل رو روی اجاق بذاره با مارمایه ها گردگیر کرد. بعد سینه‌اش را برید، خون مارماهی رو توی پاتیل ریخت. بخاری که بلند شد شکل عجیبی پیدا کرد. دیدنش دلهره آور بود. ساحره هر آن چیز دیگری را در پاتیل می‌ریخت. وقتی دم کرده به قلقل افتاد چنان طنینی داشت که انگار تمساحی نعره می‌زد. عاقبت معجون حاضر شد. مثل آب زلال بود. عجوزه گفت بیا بگیر. در دم زبان پری دریایی رو برید. پری دریایی لال شد. نمی‌توانست حرف بزند نه آواز بخواند. ورور جادو گفت اگر تو بازگشت از جنگل من هر یکی از پولیپا قصد جونت کرد فقط یه چکه از این معجون بریز روش. آنی نمیگذره. دستاش 1000 تیکه میشه. با این اوصاف لازم نبود پری چنین کنه.
چون وقتی پلیپ‌ها دیدن او داره شیشه معجون رو میبره ترسیدند و دور شدند. معجون مثل ستاره برق میزد. پری از جنگل و سیاه آب و گرداب خروشان برگشت. از دور قصر پدرش رو دید. در تالار بزرگ چراغ‌ها خاموش بود. همه خوابیده بودند. با این حال جرأت نکرد به جستجوی خواهرهایش برآید. خاصه حالا که لال شده بود و میخواست برای همیشه ترکشان کند. احساس کرد که انگار دلش دارد از غصه میترکد. نرمک به باغ رفت. از باغچه هر کدام از خواهرها گلی چید. با انگشت 1000 بوسه فرستاد به سوی قصر و از قعر دریای نیلگون به بالا شنا کرد. آفتاب هنوز در نیامده بود که به قصر شاهزاده رسید. در پایین ترین ردیف پلکان بزرگ مرمرین نشست. ماه یک دست را دید. پری دریایی معجون را سر کشید. احساس کرد که انگار شمشیری به پیکر ریز نقشش فرو می رود. از حال رفت. دراز به دراز افتاد. گفتی که مرده بود. نیزه های آفتاب که بر دریا فرود آمدند از خواب بیدار شد. درد جانکاهی احساس کرد. اما شاهزاده جوان جلویش ایستاده بود و با چشمهای شبق مانندش او را نگاه می کرد. پری نگاهی به زیر افکند. دید اثری از دم ماهی مانندش نیست. صاحب 2 پای باریک کوچک زیبا شده بود که هر دختری آرزویش را در سر می پروراند و از آنجایی که چیزی به تن نداشت خرمن گیسوان بلندش را جمع کرد و خود را با آن پوشاند. شاهزاده از او پرسید کیست؟ چطور بایش به آنجا رسیده؟ پری سر بلند کرد و با چشمای آبی سیرش به مهربانی و در عین حال با اندوه فراوان نگاه کرد، چون نمیتوانست حرف بزند. شاهزاده دستش را گرفت و او را به قصر برد. همچنان که ساحر گوشزد کرده بود، با هر قدمی که برمی داشت پنداشتی روی چاقوهای تیزی راه می رفت. با این حال با گشاده رویی تحمل کرد. پری به ظرافت بالا رفتن حبابی در آب در کنار شاهزاده گام برمی داشت. چشم هر کس به او می افتاد در حیرت می ماند که چگونه می تواند چنین سبکبال بخرامد. باری در قصر لباسهای شاهانه ابریشمی و ململ بر او پوشاندند. پری از همه ماه رخسارتر بود. اما نمی توانست حرف بزند. نمی توانست آواز بخواند. یکی از کنیزکان که از همه دلنوازتر بود آواز خواند. شاهزاده برایش کف زد. به رویش تبسم کرد. آن وقت بود که غم پری دریایی 1 بر 1000 شد. چون میدانست زمانی که از این کنیزک بسیار دلنشینتر آواز میخواند دیر زمانی نیست. با خود گفت کاش شاهزاده میدانست که من برای اینکه در کنارش باشم صدایم را تا ابد از دست دادم. بعد کنیزکان پای کوبیدند و با نوای روح افزای موسیقی به لطف و زیبایی دست در دست یکدیگر افشاندند. یک دفعه پری دریایی دستها را بالا برد، روی پنجه‌های پایش بلند شد و به جای پای کوبی بر کف تالار سبکبال شناور شد. هرگز کسی چنین رقصی چشمگیری ندیده بود. هر حرکت پری جذابیت او را هویدا می‌کرد و نگاهش از آواز کنیزکان گویاتر بود. همه به خصوص شاهزاده به وجد آمده بودند. او پری را بچه سر راهی کوچولو صدا می‌کرد. پری دریایی بارها پا کوبید. گرچه با هر بار که پای کوچکش را می‌کوبید احساس می‌کرد روی چاقویی پا گذاشته. شاهزاده گفت او هرگز نباید او را ترک کند. به پری اجازه داده شد جلوی در خوابگاه او روی بالشی مخملین بخوابد. شاهزاده دستور داد برای او لباسهای مردانه بدوزند تا در مواقع سوارکاری همراهش اسب بتازد. آن دو در وسط جنگل اطرفشان سواری می‌کردند. شاخه‌های سرسبز سر به شانه‌شان می‌ساییدند و پرنده‌های کوچولو از وسط شاخ و برگ‌ها نغمه سر می‌دادند.
هر دو با هم از کوههای بلند بالا می رفتند. پاهای پری خونریزی می کرد و همه متوجه می شدند، اما او لبخند می زد و پا به پای شاهزاده می رفت. چنانکه در زیر پایشان می توانستند حرکت ابرها را ببینند که چون فوج پرنده های کوچنده به سرزمین های دیگر بودند. شبها در حالی که دیگران در قصر خواب بودند، او از ردیف پلکان مرمرین پهناور پایین می رفت و پاهای بیرمق سوزناکش را در آب سرد دریا خنک می کرد و بعد به یاد خواهرانش در قعر دریا می افتاد. شبی آنها آمدند، دست در دست همدیگر از آب سر برآوردند، غریبانه مویه کردند. پریک برایشان دست تکان داد. آنها او را شناختند و گفتند سخت مایه غم و اندوهشان شده. از آن پس هر شب به دیدارش می رفتند و یک بار در دور دست دریا مادر بزرگ پیرش را هم دید. از وقتی سر از آب بیرون آورده بود سالها گذشته بود و پدرش شهریار دریا هم تاج بر سر آمده بود. آنها دست دراز کردند سوی او، اما جرأت نکردند مثل خواهرانش به خشکی نزدیک شوند. باری شاهزاده روز به روز بیشتر به پری دریایی علاقه‌مند می‌شد، اما میزان علاقه‌اش به او به اندازه محبتی بود که به بچه شیرین نشان میداد. هیچ در این فکر نبود که او را شهربانو کند، اما پری باید زن او میشد، وگرنه روح جاوید که پیدا نمی‌کرد هیچ، فردای روز ازدواج شاهزاده به کف اقیانوس بیکران تبدیل میشد. هرگاه شاهزاده بر پیشانی زیبای او بوسه میزد، پیام پری این بود: مگر مرا بیش از دیگران دوست نداری؟ شاهزاده میگفت چرا؟ تو از همه برایم عزیزتری، تو قلب مهربانی داری، مهربانتر از همه، تو دلبسته منی. میدانی بی‌شباهت به دختر جوانی نیستی که یک وقتی دیدمش و شاید هرگز او را نبینم. من سوار یک کشتی شکسته بودم. موجها مرا به ساحل نقطه‌ای بردند که نیایشگاه مقدس در آن است. دخترهای بسیاری در آن مکان به کار عبادت سرگرم بودند، اما کوچکترینشان مرا در ساحل پیدا کرد و نجاتم داد. فقط 2 بار دیدمش، اما تنها کسی است که میتوانم در عالم دوستش بدارم. میدانی چقدر شبیه اویی؟ بفهمی نفهمی تصویرش را از جانم محو کرده. فکر میکنم او به نیایشگاه مقدس وابسته است. خداوند تو را به جای او به پیشم آورده. میدانی ما هرگز از هم جدا نخواهیم شد. پری دریایی در دل گفت: افسوس خبر ندارد که من بودم که جانش را نجات دادم. من بودم که او را از دریا به نیایشگاه بردم. بعد پشت صخره‌ها پنهان شدم، مواظبش بودم تا پیدایش کردند. من آن پری هستم که او دوستش دارد. پری دریایی آه عمیقی کشید و چون نمیتوانست گریه کند باز با خود گفت: او گفت که آن دختر به نیایشگاه مقدس وابسته است و هرگز از آنجا پا بیرون نمیگذارد. هیچ وقت دیداری تازه نخواهد کرد، اما من با او هستم. هر روز میبینمش، از او مراقبت خواهم کرد، دوستش خواهم داشت. باری روزها گذشت، روزهایی که همه میگفتند دیگر قرار است شاهزاده ازدواج کند و بناست شاهزاده خانم زیبارویی را که دختر پادشاه کشور همسایه است به زنی بگیرد. پس کشتی با شکوهی ساخته شد و آماده شد. اعلام کردند که شاهزاده قصد دارد برای دیدن کشور پادشاه همسایه سفر کند. اما همه یک زبان بودند که او از کشور همسایه دیدار نمی کند، به دیدن شاه دخت کشور همسایه می رود. پری دریایی هم سر تکان داد. می دانست که شاهزاده چه خیالی دارد. شاهزاده به او گفته بود: من باید بروم. باید شاهزاده خانم خوبرو را ببینم. آخر پدر مادرم میخواهند که ببینمش، اما مجبورم نمیکنن که او را به عنوان عروس به خانه بیاورم. من نمیتوانم دوستش بدارم. من با آن دختر نیایشگاه علاقه دارم. اگر قرار است ازدواج کنم به احتمال زیاد با او ازدواج میکنم.
تو بچه سرراهی کوچولو با این چشمهای گویا چقدر شبیه او هستی. دست او را گرفت و با گیسوان درازش بازی کرد. سرش را گذاشت کنار قلبش که در رویای خوشبختی انسانی و روح جاوید بود. بالاخره پری و شاهزاده هر دو بر کشتی باشکوه ایستادند. کشتی‌ای که قرار بود آنها را به کشور پادشاهی همسایه ببرد. شاهزاده از پری پرسید: بچه ساکت کوچولو، از اقیانوس می‌ترسی؟ بعد با او از امکان آرامش یا طوفانی بودن دریا حرف زد. از ماهیانی که در آن زندگی می‌کردند، از آنچه غواص‌ها در زیر آب دیده بودند. در حالی که او حرف می‌زد، پری دریایی تبسم کرد. آخر چه کسی از عالم اعماق اقیانوس بهتر از او خبر داشت؟ در شب مهتابی که همه جز ملوان پشت سکان و دیده‌ور سینه کشتی خواب بودند، پریک روی دیواره کشتی نشست و چشم دوخت به قعر آب زلال. گمان می‌کرد که قصر پدرش را می‌بیند و در نوک برج هم مادر بزرگ پیرش با نیمتاج سیمین ایستاده، سر بلند کرده و از دل جریان‌های دریا به تیرک ته کشتی چشم دوخته. خواهرهایش آمدند، با چشمهای مالامال غصه به او نگاه کردند. از سر نومیدی دستهای سفیدشان را تکان دادند. پری برایشان دست تکان داد و لبخند زد. می‌خواست بدانند که دلش از پیمانه شادی لبریز است. اما در همین دم پسرک پادوی خوابگاه سر رسید. خواهرها بیدرنگ غوطه خوردند زیر آب و پسرک چیزی جز مقداری کف سفید بر سطح اقیانوس ندید. صبح روز بعد کشتی به لنگرگاه شهر بزرگی که از آن پادشاه کشور همسایه بود رسید. تمام ناقوس‌های کلیسا زدند و از برج و باروهای بلند صدای کرناها بلند شد. سربازها با پرچم‌های افراشته و تفنگ‌های سرنیزه‌دار به خط ایستادند. هر روز جشن و سوری به راه بود و مجلس رقص و مهمانی پیاپی برگزار می‌شد. اما شاهزاده خانم در هیچ کدام حاضر نمی‌شد، چون در قصر به سر نمی‌برد. او در نیایشگاه مقدس آموزش می‌دید و تمام هنرهای شاهانه را یاد می‌گرفت. اما سرانجام آمد. پری دریایی خیلی علاقه داشت او را ببیند و وقتی دست آخر دیدش به ناچار اعتراف کرد که هرگز دختری از او خوش سیماتر ندیده. پوست سفید دخترک لطیف و شاداب بود و زیر مژگان سیاه بلندش دو چشم معصوم به رنگ آبی سیر نوشخند میزد. شاهزاده حیرت زده گفت: تو همون دختری هستی که وقتی من نیمه جان در ساحل افتاده بودم نجاتم دادی؟ او عروس با حیاش را در آغوش گرفت. شاهزاده به پری دریایی گفت: از شادی در پوست خود نمی گنجم. میدانی اون چرا که جرأت نمی کردم بر زبان بیارم به دل ببندم برایم پیش آمده؟ او شریک شادی هایم می شود. من میدانم که تو مرا از دیگران بیشتر دوست داری. پری دریایی دست او را بوسید. احساس کرد که الان است که دلش از غصه بترکد. صبح روز عروسی او اجل گریبانش را می گرفت و به کف اقیانوس تبدیل می شد. صدای ناقوس تمام کلیساها بلند شد. جارچی‌ها سواره از کوچه ها و برزنها گذشتند و جشن عروسی را به مردم اعلام کردند. در تمام محراب‌ها چراغ‌های گرانبهای سیمین با روغن عطرآگین می‌سوخت. هر دو شاهزاده دست در دست هم داشتند راه می‌رفتند، کوچه‌ها را می‌پیمودند. اسقف دعای خیرش را بدرقه راهشان می‌کرد. کشیش‌ها آتشدان‌های عودسوزانشان را می‌تاباندند و پریک دریایی در لباس ابریشمی و زربفت دنباله لباس عروس را می‌گرفت. اما گوشهایش آوای موسیقی را نمی‌شنید، چشمهایش مراسم مقدس را نمی‌دید، چون آن شب اجلش در می‌رسید و او در فکر آن چیزهایی بود
که در این عالم از دست داده بود. عروس و داماد سوار بر کشتی شاهزاده شدند. توپ‌ها به نشانه احترام شلیک شدند. پرچم‌ها برافراشته شدند. در عرشه خیمه‌ای از پارچه زربفت سرخگون برپا شد و در همانجا عروس و داماد بر روی نازبالش‌های نرم خوابیدند. امشب آخرین شبی بود که او به دریای ژرف و آسمان آبی ستاره آجین نگاه می‌کرد. شبی ابری و تهی از رویا در انتظارش بود. تا نیمه‌های شب عرشه کشتی سرشار از شور و شادی بود و پری دریایی با قلبی آکنده از فکر و خیال مرگ رقصید و خندید. شاهزاده عروسش را بوسید و او هم نازنازان دستی به موی سیاه بلند داماد کشید. هر دو دست در دست یکدیگر به خیمه زیبا و با شکوهشان رفتند. کشتی در سکوت فرو رفت. تنها ملوان پشت سکان و پری دریایی بیدار بودند. او با دستهایش بر نرده کشتی یله داد و چشم به خاور دوخت. در افق در جستجوی رنگ صورتی سپیده شمالی بود. میدانست که اولین نیزه‌های خورشید جانش را میگیرد. در همین دم خواهرانش از دریا سر بیرون آوردند، اما دیگر باد با گیسوانشان بازی نمی کرد چون مویی در سر نداشتند. خواهرها گفتند ما گیسمان را به ساحره دریا دادیم تا به تو کمک کند، بلکه امشب جان به در ببری. این چاقو را ساحره به ما داده، ببین چه تیز است. باید این را پیش از دمیدن آفتاب در قلب شاهزاده فرو کنی. وقتی خون گرمش بر روی پاهایت بپاشد هر دو به دم ماهی تبدیل می شود و باز یک پری دریایی می شوی. آن وقت پیش از این که بمیری و به کف اقیانوس تبدیل شوی می توانی عمر 300 ساله‌ات را در دریا با ما بگذرانی. عجله کن، قبل از دمیدن آفتاب یا باید او بمیرد یا تو. مادر بزرگ ماتم گرفته، او دیگر مویی ندارد، گیسش از غصه ریخته. شاهزاده را بکش، پیش ما برگرد. عجله کن، ببین مه صورتی رنگ در افق پخش شده، به زودی آفتاب میزند، زود باش. پری دریایی پیش از اینکه خواهرانش زیر موجها ناپدید شوند صدای آه عمیق و عجیبشان را به گوش جان شنید. پری آرام رفت، پرده سرخ فام حجله را پس زد و دید عروس ماه چهره سر بر سینه شاهزاده گذاشته و به خوابی آرام فرو رفتند. پری دریایی خم شد، بر پیشانی خوش ترکیب دلبندش بوسه زد، رو برگردند و به آسمان نگاه کرد. گنبد نیلگون بیش از پیش به سرخی میزد. نگاهی به چاقوی برنده کرد و بار دیگر به شاهزاده چشم دوخت. او در خواب کمی جنبید و نام عروسش را زمزمه کرد. دست پری دریایی همچنان که دسته چاقو را می‌فشرد لرزید، بعد آن را به دریا افکند. در نقطه‌ای که چاقو افتاد موجها سرخگون شد. تو گفتی قطره‌های خون از دل آب غلیان می‌کرد. بار دیگر نگاهش به روی شاهزاده لغزید. همین حالا هم چشمهای پری از مرگ بی فروغ شده بود. خود را به دریا افکند و حس کرد پیکرش دارد بدل به کف می شود. خورشید از دریا سر برآورد. پرتوش بر کف سرد مرگبار گرمی و نرمی بخشید. اما پری دریایی مرگ را حس نکرد. خورشید را دید و بالای سرش صدها حباب ظریف سبک و شفاف شناور بود. همه چیز را در درونشان می توانست ببیند. بادبانهای کشتی، ابرهای گلگون. آوای این حبابها خوشاهنگ بود و چنان سپهری و لطیف که گوش آدمی نمی توانست بشنود. همچنان که حبابها ظریف و شکننده بودند که چشم آدمیزاد نمی توانست ببیندشان. با اینکه پر و بال نداشتند به حدی سبک بودند که در هوا می خرامیدند. پری دریایی نظری به زیر افکند.
با خود گفت کجایم؟ صدایش مثل آوای آنها طنین انداز شد، چنان روح پرور و خوش آهنگ که محال است موسیقی آدمی بازش بیافریند. حباب‌ها جواب دادند ما دختران هواییم. پریزادهای دریایی روح جاوید ندارند، هرگز هم نمیتوانند داشته باشند مگر اینکه بتوانند عشق یک انسان را برانگیزند و امکان بهره‌مندی از زندگی ابدیشان به دیگران بستگی دارد. ما دخترهای هوا هم روح جاوید به دست نیاورده ایم، اما با کردار نیک میتوانیم صاحبش شویم. بیا ما به سرزمین‌های گرمسیری پرواز میکنیم. بادهای خنک در آنجا می‌دمد. ما حامل عطر گل‌هایی هستیم که بیماران را جان تازه می‌بخشد، بیماران را درمان می‌کند. بیا اگر 300 سال با پشتکار به کار نیک بپردازی می‌توانی روح جاوید بیابی و در خوشبختی ابدی آدمیزادها نقش داشته باشی. پری دریایی، تو با تمام وجودت کوشیده این کار را بکنی، رنج برده ای و بار رنجت را شجاعانه به دوش کشیده ای. بی سبب نیست که اکنون در میان ما هستی. ارواح هوا کردار نیکت را تا 300 سال دنبال خواهند کرد و روح جاوید از آن تو خواهد شد. پری دریایی دستهایش را بلند کرد و سوی خورشید خدا اولین بار قطره اشکی را بر صورتش حس کرد. از کشتی صدای همهمه‌ای شنید. دید هر دو شاهزاده در جستجوی اویند. آنها با نگاه غم‌انگیز به دریا چشم دوخته بودند. تو گفتی خبر داشتند که او خود را به کام موجها افکنده. پری بی این که دیده شود پیشانی عروس را بوسید، به روی شاهزاده لبخند زد. آن وقت با حباب‌های دیگر به هوا بلند شد و درون ابر صورتی رنگ رفت. بله همراهان قصه ها، این از قصه امشب پری دریایی ما بود. پریای دریایی همیشه خاطر انگیزن، چه اگر قصه باشن و چه شعر. به قول شاملو دنیای ما همینه، بخوای نخوای اینه. خب پریای قصه، مرغای پرشکسته، آبتون نبود، دونتون نبود، چای و قلیونتون نبود. کی بهتون گفت که بیاین دنیای ما، دنیای واویلای ما، قلعه قصتون رو ول بکنید، کارتون رو مشکل بکنید. پریا هیچی نگفتن. زار و زار گریه میکردم پریا، مثل ابرای بهار گریه میکردم پریا. دست زدم به شونه‌شون که کنم روونه‌شون. پریا جیغ زدن ویغ زدن، جادو بودن دود شدن. بالا رفتن تار شدن، پایین اومدن پود شدن. پیر شدن گریه شدن، جوون شدن خنده شدن. خان شدن بنده شدن، خروس سرکنده شدن. میوه شدن هسته شدن، انار سربسته شدن. امید شدن یأس شدن، ستاره نحس شدن. وقتی دیدن ستاره به من اثر نداره، میبینم و هاشا میکنم، بازی رو تماشا میکنم. هاج و واج و منگ نمیشم، از جادو سنگ نمیشم. یکیش تنگ شراب شد، یکیش دریای آب شد. یکیش کوه شد و ذوق زد، تو آسمون تتق زد. شرابه رو سر کشیدم، پاشنه رو ور کشیدم. زدم به دریا تر شدم، از اون ورش به در شدم. دویدم و دویدم، بالای کوه رسیدم. و به قول شاملو از شادی سیر نمیشیم، دیگه اسیر نمیشیم. ها جستیم و وا جستیم، تو حوض نقره جستیم.
سیب طلا رو چیدیم، به خونمون رسیدیم. بالا رفتیم دوغ بود، قصه بیبیم دروغ بود. پایین اومدیم ماست بود، قصه ما راست بود. قصه ما به سر رسید، که قلاقه به خونش نرسید. هاچین و واچین، زنجیر و ورچین. همراهان قصه هام، تا یه شب دیگه و یه قصه دیگه شما رو به خدای مهربون می سپارم. شبتون خوش.